یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان و خانواده خودتان را از آتشی بترسانید که وقودها الناس والحجاره. شمایی که مرد خانه هستید، مواظب همسرانتون، مواظب فرزندانتون باشید. اونها رو بترسانید از آتشی که آتش افروزه آن، سنگ این آتش، هیزم این آتش، وقودها، وقودش یعنی هیزم این آتش، الناس والحجاره، انسان ها هستن و سنگ ها، سنگ هایی که پرستیده می شدن، بت هایی که می پرستیدن انسان های دیگر، اینها سنگ هایی هستن که اونجا آتش می گیرن و سنگ و انسان هایی که در دوزخ می افتن. علیها، بر این دوزخ، ملائکتون، ملائکی گمارده شدن و نگهبان هستند که غلیظ شدید، خیلی غلیظن، خیلی تند برخوردن و شدیدن، خیلی نیرومند و تند خوب و تند برخورد هستن. اینها خیلی خشن برخورد میکنن با کسانی که به دوزخ میافتند و شدید است برخورد اونها. لا یعصون الله ما امرهم، اینها نافرمانی نخواهند کرد در آنچه الله تعالی به اونها دستور بدهد. و یفعلون ما یؤمرون، و هر چه که الله متعال امر بکنه انجام خواهند داد. یا ایها الذین کفروا، ای کسانی که کافر شدید، روز قیامت به اونها گفته خواهد شد وقتی به دوزخ میافتند، لا تعتذروا اليوم، امروز دیگه عذر پیش نکنید، هیچ عذری از شما پذیرفته نیست. انما تجزون ما کنتم تعملون، شما جزا داده میشوید به آنچه که انجام دادید. الله متعال به شما جزا میده آنچه رو که انجام دادید. این سزا و جزای آن چیزی است که شما انجام دادید. پس به همین خاطر مواظب خودتون باشید. این آیات از ابتدا که درباره حکایت تحریم بود و آنچه که درباره همسران رسول الله علیه السلام ذکر شد، در ادامه الله متعال فرمود که ای مرد خانه ها، مردهای خانه، همسرانتون و فرزندانتون بیم بدید و مواظب اونها باشید و اونها رو بترسانید از سرانجامی که پیش روی اونهاست و از آتش دوزخ، تا نشه که خدایی نکرده به دوزخ بیفتن. و این درسی است برای همه ما تا فقط به فکر خودمون نباشیم. خیلی جای تعجبه که انسان میبینه پدری خودش نماز میخونه، فرزندانش نمیخونن، مادری نماز میخونه و دخترش نمیخونه، مادر حجاب داره دخترش نداره. و این نمیدونم که این حکایت رو چطور میشه توجیه کرد. آیا دلسوزی ندارید؟ آیا شما به اعتقاد ندارید به دوزخ؟ آیا اعتقاد ندارید به جنت؟ آیا اعتقاد ندارید به گناه بودن این کارها؟ آیا اعتقاد ندارید به اهمیت نماز؟ اگر خودتون اعتقاد دارید، چرا برای فرزندتون این کار رو نمی‌کنید؟ چرا دوست ندارید فرزند شما در راه شما قرار بگیره؟ آیا نمیخواید که اون از دوزخ نجات پیدا کنه؟ آیا نمیخواید اون به جنت بره؟ یا آنچه که خودتون انجام میدید براتون مهم نیست و واقعا باش باور ندارید؟ فرزند انسان برای انسان عزیز است و باید او رو در راه دین آورد و باید او رو آگاه کرد و باید در تربیت فرزندانمون، خانواده خودمون، همسرانمون دقت بکنیم. همسرتان، فرزندانتان رو الله متعال میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، نجات بدید خودتون و خانواده های خودتون رو نجات بدید از آتش دوزخ. تلاش بکنید. چطور انسان وقتی که آتشی جایی فراهم میشه، خونه انسان آتش بگیره چیکار میکنه؟ آدم میره داخل این آتش و فرزندان خودش رو نجات میده. نجات بدید فرزندانتون رو، به اونها دین یاد بدید، به اونها اعتقاد یاد بدید، به اونها التزام به دین یاد بدید، با خواهران به دخترانتون حجاب یاد بدید، التزام به دین یاد بدید، نماز خوندن یاد بدید، روزه گرفتن یاد بدید، قرآن خوندن یاد بدید. این هست که برای اونها میمونه. به اونها یاد بدید مسیر زندگی اونها رو. این نباشید که فقط به فکر تحصیلاتشون باشید، به فکر لباسشون باشید، به فکر پوشاکشون باشید، اما فکر دینشون نباشید. دین مهمترین نیاز زندگی هر انسان است. به اونها دین یاد بدید، به اونها دین یاد بدید. اگر دنیاشون را آباد میکنید که چه بهتر، اما مهمتر از دنیا دین اونهاست. دنیایی که بدون دین باشه به چه ارزشی داره؟ ثروتمندترین انسان روی زمین اگر عبادت نکنه خیلی فقیرتر است از اون انسان فقیری که نماز میخونه ولی روی کارتونی در کنار خیابان. این انسان خیلی ثروتمندتر است از اون ثروتمندی که اعتقاد نداره، که دین نداره، که نماز نداره. این نزد الله متعال با ارزش تر است، ولی اینکه ظاهرش چی نداشته باشه، اما نزد الله تعالی وزن داره، ارزش داره. این ارزش های دینی و اعتقادی رو فرزندانمون یاد بدیم تا خودمون و فرزندانمون رو از آتش دوزخ نجات بدیم.